دیگه لازم نیست سرورها تو با اترنس و برنامه های چرت و پرت بسازی. با این روشی که من میگم میتونی سرور اصلی ماینکرافت رو به صورت رایگان داشته باشی. توی دنیای خودتون یا هر دنیای دیگه ای توی بخش گیم منو اوپن تو لند رو انتخاب میکنید و اینجا گیم مود و اینا رو انتخاب میکنید و استارت لند ورد رو میزنید. الان اینجا پورت رو به شما داد. این پورت رو کپی میکنین. حالا میرین توی گوگل و سرچ میکنین craftip.net. حالا شما وارد این سایت میشین. میاین پایین، اینجا تو بخش دانلود ویندوز رو میزنید و بعد دانلودش میکنید. حالا توی کرافت آی پی اینجا لوکال پورت میزنیم رو این بخش ادیت و اون پورتی که به شما داد و اینجا پیست میکنید. الان این آی پی که به شما میده آدرس سروریه که رفیقتون باید بیاد داخلش. حالا کانکت رو میزنین. هر کسی که این آی پی رو داشته باشه میتونه بیاد توی دنیای شما. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما